میخواید قاطع باشید و مؤدبانه رفتار کنید، اما حرفتون رو هم بدون اجبار بگید، باید از روش دیپلماسی توی گفتگوهاتون استفاده کنید. مهربونه اما امید واهی نمیده. آیا دیپلماسی یک مهارت ذاتیه و خود به خود شکل میگیره؟ یکی از مهمترین چیزهایی که اینجا گفتیم این بود دیگه، به صورت مهربان باشید یا مؤدبانه رفتار کنید. آلن دوباتل میگه دیپلمات‌ها آدم‌هایی هستن که نرمخو و صبورن. آیا نرمخویی و صبوری منظور از خودگذشتگیه؟ آیا زمانی که احساساتی مثل هیجان، هایی مثل خشم، تنفر، احساس گناه میاد سراغ ما، چطوری میتونیم اونها رو مدیریت کنیم؟